با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های جالب از استودیوی مرکزی رادیو آزادی شهر پراگ من شعله گلخوجه شما را آشنا می‌کنم. سلام. امروز در برنامه دادگاه یک افسر نیروهای مرزبانی را برای به خودکشی رساندن سرباز به 9 سال زندان محکوم کرد، ولی نزدیکان قربانی از مجازات خانه نیستند. در انجام بازدید پرزیدنت ایران حسن روحانی از مسکو یک ایده سازش توسعه همکاری ها میان ایران و روسیه به امضا رسید. هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد. و فعال مهاجران تاجیک مقیم روسیه اصرار می‌ورزد که عفو محدود مهاجران به بازبینی و تکمیل نیاز دارد. با این قاعده هایی که اون همون قسمایی که روسیه گفته است پیشنهاد کرده است، نه زیادتر از 18-20 هزار شهروند تاجیکستان را شاید در بر گیرد، نه زیاد از این. شرکت تالکو کارخانه تولید آلومینیوم در تاجیکستان با روسل روسیه سازش کرده است که در یک سال برایشان تا 200,000 تن گل خاک دسترس کند. شرکت تالکو و روسل روز 28 مارس از حاصل شدن یک سازش آشتی خبر دادند. در دایره سازشنامه طرفین مهمانخانه هیئت رجنسی دوشنبه و بینای سازیدن دو بینای مربوط به الکدری پاسکا سرمایه‌دار روس و مالک روسل به اختیار تالکو گذشت. دادگاه نظامی گارنیزون دوشنبه یوریبک سعیدوف یک افسر نیروهای مرزبانی را برای به خودکشی رساندن سرباز قطاری محکوم به زندان کرد. اما عبدالله اشرف همکار ما میگوید والدین این سرباز تا به حال به خودکشی فرزندشان شک دارند. دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه یک افسر نیروهای مرزبانی کشور را در پی مرگ سرباز قطاری جهانگیر قربانوف به 9 سال زندان محکوم کرد. حکم یوریبک سعیدوف افسر نیروهای مرزبانی روز 28 مارس در بینای دادگاه عالی تاجیکستان صادر کرده شد و او بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی مجرم شناخته شد. قبلا دادستانی دولتی او را برای طمع‌جویی و ویران کردن برابر حقوقی شهروندان مجرم دانسته برایش از دادگاه 14 سال زندان درخواست کرده بود. یوریبک سعیدوف در سخن نهایی خود گفت که هر تقاضایی که قانون طلب میکند آن را قبول دارد، ولی حکم دادگاه جانبی دعواگر را قانع نکرد و آنها گفتند از بالای این حکم شکایت خواهند برد. دلشاد جورایف نماینده سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی که از حقوق والدان جهانگیر قربانوف حمایت میکند با اظهار نارضایتی از حکم دادگاه گفت او میبایست بر اساس ماده 143 علاوه 1 محکوم میشد. در وقت معین کرده قانونگذاری مرافع جنایتی با کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کاساسیونی میبریم گفت او. البته ما در موادهای پرونده جنایتی دلیل‌های کافی است برای بندوبست کردن کیردار سعید یوریبک با ماده 143 پریم 1 هم دلیل‌ها وجود دارد. والدان جهانگیر قربانوف گفتند که در اصل آنها به خود حکم اینکه پسرشان خودکشی کرده است راضی نیستند. آنها ادعا میکنند که فرزندشان کشته شده است. ما باور داریم که پسرمون هیچ وقت شد به دور کشیدگی نیست. پسرمون هم وحشیانه بوده، سیم قطعی روی کرده هم کشتگی هم. دستکاش خوناله. دستاش خراب شدگی رو هیچ سود اکسپیدم نایستونده نیست. قبلا عیبدار کننده دولتی گفته بود هنگام نوبتداری جهانگیر قربانوف و همخدمتش مهراج الدین بهزاد در قسم نظامی 2747 شهر دوشنبه یک گرمی کنک برقی رادیاتور گم می شود. در پی این یوریبک سعیدوف لیتنانت این قسم نظامی سربازان را دشنام می دهد و در پی فشار سعیدوف روز 11 سپتامبر سال 2016 گویا جهانگیر قربانوف خود را در داخل انبار هیزم قسم حربی به دار می آویزد. در تاجیکستان بدرفتاری به سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این طرف دفتر آزادی‌های شهروندی حداقل از 8 حادثه بدرفتاری به سربازان در ارتش را ثبت کرده است. عبدالله اشرف، برات یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم با گزارش‌های بین‌المللی. روز سه‌شنبه در جریان نهمین بازدید پرزیدنت ایران حسن روحانی از روسیه یک ایده سازش توسعه همکاری‌ها میان ایران و روسیه به امضا رسید. مسکو و تهران همچنان از نقش یکدیگر در حل بحران سوریه قدردانی نمودند. در این باره میرزا نبی خالقزاد تفصیلات بیشتر دارد. روز سه‌شنبه در پایان ملاقات با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که دو کشور با هدف تحکیم نظم و ثبات بازارهای جهانی همکاری در ساحه نفت و گاز را ادامه می‌دهند.
ما امکان خوبی توسعه همکاری ها در ساحه نفت و گاز را مشاهده میکنیم. یک عده شرکت های پیشدست روسیه در مورد استخراج و کارکرد مواد سوخت در چندین کان ایران موافقتنامه امضا کردند. کشورهای ما در چارچوب فورم ممالک صادرکننده مواد سوخت همکاری میکنند تا بازارهای جهانی نفت با نظم و ثبات باشند. روسیه عهدهدار شده است که در نیمه اول سال روان روزانه تنها 300,000 بارل نفت استخراج خواهد کرد. در ماه دکمبر سال گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و دیگر کشورهای مهم در استخراج و کارکرد نفت که زیر رهبری روسیه قرار دارند موافقت کردند که تولید سراسری نفت را تا 1,800,000 بارل در یک روز کاهش دهند. هدف از این اقدام تنظیم بازار و بالا بردن نرخ افتیده نفت ارزیابی می شود، ولی ایران از این تصمیم دستگیری نکرد و ابراز داشت که کاهش استخراج کارکرد به برقرار شوی ساحه خلل می رساند. تا ماه ینور سال گذشته ساحه نفت و گاز ایران تحت تحریم بین المللی قرار داشت. در ملاقات روحانی با پوتین بحران سوریه و دیگر مسائل های منطقه و جهان بحث شدند. هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد. پوتین و روحانی از سازش هسته‌ای تهران با جامعه جهانی پشتیبانی کردند. بر پای این سازش تهران بعضی بخش‌های حساس برنامه هسته‌ایش را کنار گذاشت و در مقابل آن تحریم بین المللی ایران کاهش یافت. رهبران دو کشور بنیاد بخش دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را نیز بررسی کردند. در اظهارات پرزیدنت‌های روسیه و ایران دعوت شده است که زیر نظر سازمان ملل متحد روند تهیه اسناد مربوط به آیین‌نامه در ساحه اطلاعاتی راه اندازی شود. روسیه و ایران از آن نگرانند که اطلاع و فناوری‌های اطلاعاتی هرچی بیشتر برای تطبیق هدف‌های جنایی، تروریستی، نظامی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعد آزمایش موشک‌های بالستیکی از طرف ایران، آمریکا تهران را تنقید کرد و از احتمال دور نیست که در رابطه این دو کشور باز یک دوره سردی پیش آید. در این باره اثنای صحبت با بخش توجیکی رادیو آزادی شورای رادیو فردا، مهتاب وحیدی راد چنین گفت: دونالد ترامپ از منتقدان جدی توافق هسته‌ای هست. صحبت هست در واشنگتن که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بشه. بنابراین ایران به یک پشتیبان قوی در منطقه نیاز داره و خب چه بهتر که این روسیه باشه. ضمن اینکه ایران برای ادامه برنامه هسته‌ایش نیاز داره به روسیه، به خاطر اینکه قراردادهای زیادی بین ایران و روسیه امضا شده، از جمله قراردادی که شرکت روس اتم داره با تهران برای فاز 2 نیروگاه بوشهر که یه پروژه 10 ساله هست. صحبت بخش توجیکی رادیو آزادی با شورای رادیو فردا، مهتاب وحیدی راد رو در سایت آزادی www.azadi.org و سامانه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. در ادامه موضوع روسیه رو می‌آوریم به معرکه عفو محدودی مهاجران توجیک. طور معلوم حکومت روسیه اعلان کرد که مهاجران توجیک امکان دارند تا 24 اپریل بدوباش خود را در این کشور رسمی نمایند. اگرچه مقامات توجیکستان از این اقدام روسیه استقبال کردند، ولی از حالا بعضی شکایت ها میرسند که مهاجران ضمن مراجعت به مقامات مهاجرتی روسیه به مشکل گرفتار میشوند. طاهر سفر در این رابطه با کریم جانیاروف رئیس سازمان اتمس در روسیه صحبت کرد. در این مدتی کوتاهی که البته گذشت چی مشاهده کردید؟ مهاجران مراجعت میکنند برای قانونی کردن سندهایشان؟ بله، قسم زیادی مهاجران با هر واسطه با من بر تماس میشن و یک قسمشون گفتن که الکی کارت های نو گرفتن یا که حدود همون حقی بود باش خود رو دراز کردن مهلتشون رو و برای گرفتن پتن الکی تیار هستند. ولی قسمی هم هست که اونها گفته ایستادن که با اونجا مراجعت کردن، بعضی اونها رو الکی جریمه بستن و اینچنین حتی هم الکی من امروز حکم یک اخراج شدن شهروند تاجیکستان رو بعد خودی همین امنیستی الکی به دست من رسید که موافق حکم دادگاه روسیه اخراج کرده شده است. مقامات روسیه از این دستور آگاهی ندارند یا که اجرا نمی‌شود؟ گفتنی هستم که از این دستور الکی اونها همه میدونن، چون که این دستور الکی
پیش از حکم قانون گرفتن علاقه به اون شعبه ها فرستاده شده بود، ولی متاسفانه پلیس روسیه با رای خود کار میکند. خیلی که ما میدونیم علاقه دیروز زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان به شعبه پلیس برده شده بودند و از اون جمله چند نفر اونها به شعبه خدمات مهاجرت هم روان کرده شد. در کجا بود این حادثه کریم جان؟ این حادثه در ولایت مسکو در شهر کراسنگورسک. بقیه‌اش را جواب دادن یا هنوز سرنوشتشون معلوم نیست که ماندن نماندن؟ چی شده است؟ قسم زیادی از اونها خیلی با من در تماس شدن، از اونجا گریختن. این دستور چند پیش صادر شد، حتی یک هفته هم نشده است. فکر میکنید این مرحله اول است و چنین مشکلی ها حتما پیش می آیند یا فکر میکنید بازم دوام میکند یا بهتر می شود وضع؟ گفتنی هستم که شاید بعد از اون که من با خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو در تماس شدم و با اونها این همه مسئله ها این پرابلم ها رو فهمیدم، اونها با تماس میشوند با همکاران خود، همکاران روسی خود و شاید یگان تغییرات پیش آید. و گفتنی هستم که با آن که امنیستیا گفتن اول اینکه این کلمه نسبت مهاجران تاجیک تماما درست نمیگیرد، چون که اونها یگان جنایی یگان وای صادر نکردن. از این جهت این کلمه هم نادرست است. از دیگر جهت اینکه آن قسم زیادی مهاجرانی که در خط سیاه هستند آنها با این قانون هایی که روسیه امنیستیا کرد با این نمی‌غلطند. در یک نمایشگاه ویژه آثارخانه ملی تاجیکستان نمونه‌های بازیافت‌های نادر به معرض گذاشته شده است. این نمایشگاه صدها آثار تاریخی و فرهنگی را در بر می‌گیرد که از شهروندان خریداری شدند و یا از سوی افراد علاهیده از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان تقدیم گردند. برای صوفی گزارش می‌دهد. دفینه بزرگ سکه‌های نقرگی عصرهای 9 و 10، سکه‌های طلایی قرن‌های 15-16، کتاب‌های دستنویس قرآن کریم، دیوان حافظ شیرازی، داستان یوسف و زلیخای جامی، چند از یادگاری‌های تاریخی نمایشگاهی از نوروز تا نوروز در آثارخانه ملی تاجیکستان است. در این نمایشگاه که روزهای تجلیل نوروز آغاز شد، 1864 بازیافت آثار تاریخی و فرهنگی و اثرهای خریداری و تقدیم شده به آثارخانه ملی تاجیکستان در یک سال اخیر را فرا می‌گیرد. راه‌های جمع‌آوری چنین آثار تاریخی این پیش از همه خریداری یادگاری‌های تاریخی از شهروندان و دیگر راه جمع‌آوری آثار تاریخی این تشکیل اکسپدیسی‌های علمی آثارخانه، اکسپدیسی‌های باستانشناسی آثارخانه به موضع‌های تاریخی جمهوری تاجیکستان و سومین راه این از جانب شخصان فرهنگ دوست به آثارخانه تقدیم نمودن آثار تاریخی می‌شود. بعضی از این آثار را رئیس جمهوری تاجیکستان به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرده است. بخش از اکسپونات هایی که اینجا هست، کمیته امنیت ملی و دیگر نهادهای انتظامی از قاچاقبران اشیاء تاریخی گرفتند و به آثارخانه ملی دادند. 14 ورق چرمی با متن کوفی، 11 سکه طلای روسی از قرن 19، سیگارمان زرین، 2 آفتابه مسین اول عصر 20 از همین قبیل اشیا هستند. تا کنون هزاران نفر به دیدن این اشیا و اکسپونات ها آمدند. این نمایش از تاریخ 15 مارت فعال بود و در دوام روزهای نوروزی از این نمایشگاه به مقدار 12600 نفر تماشابینان دیدن کردند. نمایشگاه در روزهای نوروزی تا آخر ماه در آثارخانه ملی تاجیکستان ادامه می‌کند. آثارخانه ملی تاجیکستان در ساختمان نو 6 سال پیش فعال شد و در آن 48000 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی محفوظ است. و یک خبری ورزشی، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های مقدماتی جام آسیا 2019 از منتخب یمن با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی دوره اول گروه اف شب 28 مارس در پایتخت قطر دوحه برگزار شد. حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی تاجیکستان در یک نشست خبری از بازی دستش اظهار نگرانی کرد و گفت که مغلوبیت به فوتبالبازان تاجیک حتما درس می‌شود. و برای دریافت اخبار و ویدیوهای از این بیشتر سر بزنید به وبسایت ما www.azadi.org، به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیک و توییتر. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.